بعد عملیات شاملش چی اجازه داده بودین شما معما؟ مثل که شما متوجه ما یک مسئله رو یادآور شدم. من فکر میکنم که شما سوالای خودت تکرار میکنین و جوابی که من میتونم متوجهش نیستین. نه هر دو ما به فارسی صحبت میکنیم. فارسی از دکتر من مستقیم سرش مسئله برمیگردم. سپاس. گفتم میشه جنگی که نیروهای ناتو آغاز کرده است در همان جا خاتمه خواهد یافت. موقف شما در این قسمت چی است؟ منظور چیست؟ جنگی که نیروهای ناتو آغاز کرده فعلا اینا در اینجا خاتمه خواهد داشت، یعنی با این جنگ افغانستان رو دوباره رها خواهد کردن. نقش شما در این قسمت چی است؟ این سوالتان واضح نیست. جنگی که آغاز شد خاتمه خواهد یافت یعنی چی؟ جنگ باید خاتمه پیدا کنه. جنگی را که نیروهای ناتو آغاز کرده است در همان جا در همان جا آغاز کردن خاتمه پیدا میکنه. خوب است از سوال بگذاریم. در 10 سال ابزار دقیق بزرگ میشه برای جوان فکر متوجه است. اگر تحلیلی صحبت کنیم ازش از این نیست که ما دیگه سوالا رو چی سوال میکنه اون جوان تو دیگه خبرنگار نداشتن لیاز خود الان چی نمیکنم جوان هستی تشویقت میکنم اما در این اصلا جنگی که آغاز شد خاتمه پیدا میکنه. ببینید از همون جا که آغاز شد خاتمه پیدا خواهد یعنی چی؟ نیرو سر از این بس نمیکنیم. خیره گفتم میشه جهت تامین صلح و ثبات برخی اراکین دولت باید قربانی بدن و یا قربانی شوند، به این معنی که از دولت و سیاست کنار بروند. شما کدامشان را انتخاب کردید؟ برای تامین صلح باید طرف دولت کنار برن. یک محال در دولت نیستیم. او جوان تو لیاز خودت سوالتی چی ترتیب چی خدا چی مانا میگه که شما کدامش انتخاب کردید؟ من 6 سال است که در دولت نیستم. برای تامین این به من چه ارتباط داره؟ دکتر صاحب دلتان خیر میریم در دیگه سوالای دیگه کنیم. ما تحلیلی صحبت تحلیل چی؟ کجا از تحلیل است؟ با گفتن که به خاطر چی اراکین دولت برن اراکین دولت پرساد بود برین میباشین در دولت ببرین از خاطر که سالمیه شما چی میکنید؟ این به من چه ارتباط داره؟ سپاس.